اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسئله علم و معارف همیشه توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. اقدام‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در راه فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نوروز، بنیاد و افتتاح مؤسسه‌های معاصر تعلیمی، تعمیر و ترمیم مکتب‌ها با تکنولوژی‌های زمانوی مهیا نمودن مؤسسه‌های تعلیمی، زیاد نمودن معاش آموزگاران، با کتاب درسی مهیا بودن و در شرایط بهترین تحصیل کردن نسل نو از جمله آنهاست. سنه 1 سپتامبر روز دانش نمای دهه ایدانه بود و ساکنان خرسند بودند، زیرا در این روز خاطرمان با اشتراک سردار ریاست اگنتی نظارت معارف در ولایت سوخت اکمل عاقل‌زاده، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده و تشبسکاران دهه در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 68 دهه ساحل جماعت دهاتی سویچینه 4 صنفخانه ایلوگی مورد استفاده قرار داده شد. از افتتاح صنفخانه‌های ایلوگی خرد و بزرگ خوشنود گشته به حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند اظهار سپاس نمودند. من اشمولات یوسف جان عثمانویچ جانشین دیرکتور عاید به تربیه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 68 می باشم. من امروز در مؤسسه ما 4 صنفخانه ایلوگی گشاده شد. این با دستگیری به واسطه جناب عالی محترم امامعلی رحمان رئیس شهر محترم عبدالخالق خالق‌زاده می باشد که ما از این کل کارمندان مؤسسه و مردم دهه ساحل منتدار می باشیم. همیشه فضای صلح آبادی وطنمان پایدار باشد. ما آموزگاران همه وقت با این غمخواری های جناب والی، غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان بی‌طرف نبوده، در آینده کوشش و خرج میدیم که تعلیم تربیت بلند برداریم. همیشه خدمت به وطن کمر میبندیم. در سال تحصیلی 2024-2025 از مؤسسه ما 31 نفر خواننده ختم نموده، از همین 85% خواننده به دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری داخل شدند. امید میکنیم که این ختم کنندگان شاگردان ما برای وطن و خلق خودشان خدمت میکنند، برای آینده تاجیکستان همیشه سهمگذار میباشند. ساکن همین دهه ساحل قریب 71 به دور آمدیم. ما همین مکتب از این سال 68 ختم کرده بودیم که دوام وقت 4 صنف بود. از شکرانه خدا که از شکرانه استقلالیت، شکرانه وطن، شکرانه رهبر دولت میکنیم که من همین سال، من همین روزا به خدا رسانده است. برای همین با امیدواریم که وطن تنج باشد، از این هم زیاد آباده می شود و فراوان زندگانی میکند. برای همین از نام خلق منتداری خود را و پرزیدنت جناب عالی، رهبریت ولایت، رهبریت ناحیه، رهبریت جماعت میرسانیم. عمر دراز بینن، کار شما موفقیت همیشه صحت سلامت باشن. با گفته پیرانی دهه سالهای قبلی در دبستان نورساگی جای نشست برای خوانندگان به نظر می رسید. اکنون با مبلغ گذاری ساکنان و سخاوتمندان و مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند این معما حل خود را یافته. من بعد 200 نفر خوانندگان در 2 بست در شرایط خوب تحصیل علم خواهند گرفت. ما خوانندگان منتدار خود را به جناب عالی رئیس ولایت، رئیس شهر میرسانیم که دائما با مکتب و معارف دقت مخصوص میدهند. جوابا به غمخواری ایشان کوشش میکنیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل کرده آینده به دانشگاه داخل شده متخصص ورزیده شهر و ولایت و جمهوری شویم. ضمن صحبت با ساکنان و آموزگاران دهه ساحل جماعت دهاتی سویچینه رئیس شهر پنجکند قید نمود که امروزها آموزگاران را میباید به سطح و صفت دانش اهمیت جدی دهند، زیرا تربیت نسل آینده سازندگان فردای دولت و ملت از لحاظ آداب و اخلاق، جهانبینی، خودشناس و وطن دوست بودن جوانان از آموزگاران و والدین وابستگی کلان دارد. امید کرده شد که خوانندگان در اینجا همه فنها را
به خوبی آموخته زبانهای خارجی را در سطح عالی از خود کرده، اختصاصی بهترین را انتخاب کرده در آینده متخصصی بهترین گشته بهر پیشرفت کشور عزیزمان سهم باسزای خود را می‌گذارند.